با سلام خدمت دوستان و بینندگان گرامی کانال یوتیوب کلکتیو. موضوعی که امروز میخوایم در موردش کمی صحبت بکنیم باهاتون در خصوص مانور نظامی و به قول خود مقامات جمهوری اسلامی رزمایش اقتدار که در منطقه شمال غرب کشور انجام شد و اسمش رو هم رزمایش عبور از ارس هم گذاشتن. به نوعی صحبت خواهیم کرد و ارتباطش در مورد مسائل اخیر، اعتراضات اخیری که در ایران در جریان هستش، کمی در این مورد صحبت خواهیم کرد. سعی خواهیم کرد که خیلی کوتاه و خیلی خلاصه صحبت بکنیم. میدونید که مسئله قفقاز جنوبی یکی از پرتنش‌ترین و میشه گفت که یکی از مسائل پیچیده منطقه خاورمیانه است. منطقه‌ای که در حدود 200 سال اخیر پر از تنش بوده، پر از جنگ و پر از میشه گفت که به نوعی جبهه‌ای بوده که هر قدرتی، چه قدرت‌های منطقه و چه قدرت‌های خارج منطقه در این منطقه زورآزمایی کردند و قدرت نمایی کردند. ولی خب پس از اینکه در سالهای 1990 پس از اینکه اتحاد جماهیر شوروی پاشید، از هم پاشید، کشورهایی که زیر سلطه اتحاد جماهیر شوروی بودن از سال 1917 به بعد که جمهوری آذربایجان هم یکی از این کشورها بود. می‌دونید که جمهوری آذربایجان تاریخ تأسیسش به 1918 میلادی برمیگرده. پس از اینکه شوروی از هم پاشید، کشورهایی که اسیر این اتحاد جماهیر شوروی بودن یک به یک استقلال خودشون رو به دست آوردن. ولی از سال میشه گفت 90 به بعد جمهوری ارمنستان هم با تکیه بر نیروی نظامی روسیه که فدراسیون روسیه که خودش هم میشه گفت تازه تأسیس بود، ولی خب میشه گفت که میراثدار اتحاد جماهیر شوروی بود، به جمهوری آذربایجان، به خاک جمهوری آذربایجان حمله کرد و جنگ اول قره‌باغ شروع شد. در طی این جنگ قتل عام‌ها و وحشیگری‌های بسیاری انجام شد. اینها رو می‌دونید، مسائل کلبشر، مسائل خجالی و قیس الهازا. و در نتیجه این اشغال که از طرف سازمان ملل هم در قالب 2 قطعنامه سازمان ملل هم نیروهای ارمنستان و کشور ارمنستان به صورت اشغالگر، به نام اشغالگر تعریف شدند و شناخته شدند، 20% خاک جمهوری آذربایجان اشغال شد. 27 سال از این مسئله گذشت و مسئله قره‌باغ متاسفانه بدون نتیجه، بدون حل مناقشه باقی موند. جمهوری به اصطلاح
میشه گفت که دروغین که از طرف ارمنستان آرتساخ نامیده میشه، در اونجا با حمایت ارمنستان، جمهوری ارمنستان تأسیس شد و اما در سال 2020 با البته حمله باز نیروهای ارمنستان به منطقه طوز آذربایجان، جمهوری آذربایجان پس از 27 سال وارد خاک خودش شد، خاکی که همه قدرت‌های منطقه و جهان و همچنین شورای امنیت سازمان ملل اون خاک رو خاک آذربایجان میدونن و این اثبات شده است. یعنی جنگی که در سال 2020 انجام شد از طرف جمهوری آذربایجان و میشه گفت که آزادسازی خاک وطن و خاک خودش بود و البته که خب از لحاظ ژئوپلیتیک تغییراتی در منطقه به وجود اومد، ولی این حق آذربایجان بود و آذربایجان قسماً بخش‌هایی از خاک خودش رو آزاد کرد. ولی خب جنوبی ارمنستان، نیروهای نظامی ارمنستان در مقاطع مختلف تاریخی به کرات و چندین باره آتش بس هایی که توافق هایی که در مورد آتش بس بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بسته شد و توافق شد رو یک طرفه نقض کرده و در حال نقض هست. ولی به هر ترتیب در حال حاضر میدونید که یکی دو روزی هست که جمهوری اسلامی ایران در مرز خودش با جمهوری آذربایجان که رود ارس در این مرز واقع شده، اقدام به رزمایش نظامی توسط سپاه پاسداران انجام داده و این رزمایش از طرف قرارگاه آشورای نیروی زمینی سپاه انجام میشه. اسمش هم هستش اقتدار. اما نکته‌ای که اینجا هست، پس از سال 2020 این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی دست به این نوع مانور در شمال غرب و مرز خودش با آذربایجان میزنه. ولی رزمایشی که و مانوری که در حال حاضر از طرف سپاه پاسداران انجام میشه از دو بود فرق داره و تفاوت داره با رزمایش‌ها و مانورهایی که قبلا انجام. البته مانورهای قبلی جمهوری اسلامی ایران هم حالتی پرووکاتیو و تهدیدآمیز به جمهوری آذربایجان داشته، اما این رزمایش از نوع دیگری است که سبب اعتراض جمهوری آذربایجان شده، به حق شده. این مسئله همونطور که گفتم در دو بود میشه این رو خلاصه کرد. یکی در این مانور که به نوعی اسم دیگرش هم رزمایش عبور از ارس هستش، جمهوری اسلامی در یکی از بخش هایی که به عنوان تمرین مانور انجام میده وصل شناور و احداث خود شناور بر روی رود ارس هستش
این در برگیرنده یک پیام تهدیدآمیز از طرف رژیم اسلامی به همسایه خودش یعنی جمهوری آذربایجان هستش. یعنی ما این رو به این حالت تعبیر خواهیم کرد که جمهوری اسلامی رسما و عملا داره همسایه خودش رو تهدید به اشغال و تجاوز به خاکش میکنه. یعنی عبور از سد درس معنیش چیه به نظر شما؟ یعنی این تمرین معنیش چیه؟ در چه حالتی، در چه وضعیتی، در چه وضعیت‌هایی قرار خواهد گرفت رژیم اسلامی که مجبور خواهد شد به جمهوری آذربایجان حمله بکنه و از رود ارس رد بشه و نیروهاش رو به جمهوری آذربایجان گسیل بده. این تجاوز آشکار به خاک یک کشور دیگه هستش. البته این جمهوری اسلامی این رو بایستی در نظر داشته باشه. از اینجا به عنوان هشدار هم بهشون بگیم این رو که با وجود هموطنان یعنی به این حالت بهتر هستش بگیم با وجود اینکه در مرز جنوبی رود ارس میشه گفت که هموطنان جمهوری آذربایجان یعنی ساکنان جمهوری آذربایجان زندگی میکنن و کم هم نیستن. نزدیک به 30 میلیون 35 میلیون ترک آذربایجانی اونجا زندگی میکنن. فکر میکنم که از دید خودشون عقلانی نباشه که به این ماجراجویی ها دست بزنن و فکر نکنن که جرأت این رو هم داشته باشن. اساساً جمهوری اسلامی در حال حاضر به خاطر برنامه‌های غلط و تهدیدآمیز و غیر دوستانه‌ای که با همه کشورهای جهان داره در محاصره اقتصادی و سیاسی قرار داره. می‌دونید که در حال حاضر به جهت دادن پهپادهای خودش به روسیه و استفاده روسیه از این پهپادها در جنگ اوکراین از طرف اتحادیه اروپا بایکوت و تحریم شد همین چند روز پیش. فکر نکنم که جمهوری اسلامی ایران، رژیم اسلامی ایران بتونه که عملاً این مسئله رو به پیش ببره و در هر وضعیتی ریسک بده. ولی خب بعد دیگه‌ای که بایستی در نظر گرفت، رژیم اسلامی در حال حاضر در وضعیت بسیار بدی قرار داره. می‌دونید که نزدیک به 1 ماه هست که اعتراضات شدیدی در داخل ایران، در شهرهای ایران در حال انجام هستش و در چنین شرایطی همه کشورهایی که به مانند ایران به صورت دسپوت و دیکتاتوری اداره میشن و اتحاد داخلیشون خدشه‌دار شده و در حال خدشه‌دار شدن هستش و میشه گفت که حمایت داخلیش رو از دست داده، جهت اینکه اقتدار خودش رو حفظ بکنه و در داخل کشور بتونه که ادامه بده به رژیم، به اقتدار خودش، به حکومت خودش، احتیاج به دشمن خارجی داره و از لحاظ جمهوری آذربایجان، جمهوری ایران، جمهوری اسلامی ایران، رژیم اسلامی ایران، دشمن چه بهتر از جمهوری آذربایجان که حتی در اوایل استقلال جمهوری آذربایجان که چند روز پیش هم
سالروز استقلال جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران این مانور و رزمایش بیشرمانه خودش رو در این تاریخ ها انجام داد، در این تاریخ انجام داد و خواست که به اصطلاح خودش پیامی هم به جمهوری آذربایجان بده. این رو بگم که احتیاج به دشمن خارجی داره و این دشمن خارجی هم چه بهتر از آذربایجان که جمهوری اسلامی، این رو فراموش کردم، جمهوری اسلامی در اوایل استقلال جمهوری آذربایجان یکی از کشورهایی بود که علیرغم همسایه بودن 2 ماه دیرتر جمهوری آذربایجان رو قبول کرد، حتی پس از کشورهایی که خیلی از لحاظ جغرافیایی دورتر از ایران بودن. و این رو بگم که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به دلیل مشکلات عدیده داخلی که داره، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی، احتیاج به دشمن خارجی داره. این دشمن خارجی هم بهتر که آذربایجان باشه، چون که مقامات رسمی ایران البته مشغولن این رو بگن، ولی در قاطبه ایدئولوژی جمهوری اسلامی حتی تلفظ نام جمهوری آذربایجان هم براشون سخته. میدونید که جمهوری آذربایجان نمیگن، اونها میگن که جمهوری باکو. این خودش خبر از فکر ضعیف و البته دشمنی آشکارشون با جمهوری آذربایجان و هموطنان ما دولت آذربایجان در شمال عرس داره. به هر ترتیب ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی، رژیم ایران در منطقه و در تمام دنیا زبان زده همه هست. این مسئله بود ژئوپلیتیکی که جمهوری اسلامی، مقامات رژیم اسلامی ادعاشون رو دارن نداره، فقط مسئله کاملا ایدئولوژیکی هست و شما این رو در نظر بگیرید. مقامات ایرانی میگن که از جمله ابراهیم رئیسی این ادعا رو دارن که تأسیس کریدور زنگزور که منطقه نخجوان که جزء جمهوری آذربایجان هستش با خاک اصلی آذربایجان رو، این کریدور یک راه مواصلاتی هستش، تنها یک راه مواصلاتی هست و تغییر در هیچ گونه مرزی انجام نمیده. به عنوان یک تغییر مرز و تغییر ژئوپلیتیکی قلمداد می‌کنن و این رو میگن که به هیچ ترتیب بر نخواهیم تابید. ولی این رو بایستی گوشزد کرد که همون جمهوری اسلامی که این حساسیت رو در حال حاضر در مورد کریدور زنگزور داره، در سال 1990 زمانی که جمهوری ارمنستان 20% از خاک آذربایجان رو اشغال کرد، در جلوی چشم همه دنیا صداش رو در نیاورد و این تغییر آشکار ژئوپلیتیک منطقه واسه جمهوری اسلامی هیچ مهم نبود. این رو هم به عنوان نکته آخر خواستم که خدمت شما دوستان عرض بکنم. ممنونم از اینکه ما رو دیدید و شنیدید. تشکر میکنم. تا برنامه دیگه